هستند. آقای مهتدی اجازه بدید که ابتدا از این موضوع شروع کنیم که آمار کشته ها افزایش پیدا کرده، به ویژه در مناطق کردنشین، در مریوان و جوانرود و همینطور در بسیاری از شهرهای دیگه وضعیت امنیتی است. ارزیابی شما از این برخوردهای خشونتبار چه است؟ کردستان همیشه باش به شیوه امنیتی برخورد شده و این بار هم به همین ترتیبه. بنابراین شدت و حدت برخورد نیروهای انتظامی و نیروهای امنیتی رژیم حاکم در کردستان بیشتره و به همین دلیل تلفات در مریوان، سنندج، کرمانشاه، جوانرود تلفات بالایی هست. گرچه 100% با اسم و مشخصات هنوز نمیشه روشن کرد، ولی به طور قطع این آمار بالاست. از بیش از 20 نفر در مجموع صحبت میشه. ولی علاوه بر این در کل ایران به نظر من سیاست حاکمیت به دنبال سخنرانی آقای خامنه‌ای بود که این شدت و حدت خیلی بیشتر شد در سرتاسر ایران با فشنگ‌های غیر مشقی، با فشنگ‌های واقعی به مردم تیراندازی می‌کنند. ببینید مجلس حتی می‌خواست در مقابل خواست مردم تمکین بکنه و پیشنهادایی بود برای دوباره پایین آوردن نرخ بنزین و به جای اول برگردوندن، ولی به دنبال سخنرانی آقای خامنه‌ای این امکان رو از مجلس هم سلب کردن و بنابراین سیاست اونا در این مقطع هنوز و تا جایی که توسط فشار مردم به عقب رانده نشده‌اند هنوز اعمال خشونت خیلی زیاده. آقای مهتدی، شما علاوه بر این که عضو هیئت دبیران شورای مدیریت گذار هستید، عضو مرکز همکاری احزاب کردستان هم هستید. این مرکز هم از اعتراضها حمایت کرده. این حمایت به چه شکلی نمود پیدا میکنه؟ ببینید هیچ کدوم از احزاب مرکز همکاری احزاب کردستان ایران که مرجع اصلی سیاسی در کردستان هست، هیچ کدوم از اینا هیچ تشویقی به خشونت در شهرهای کردستان نکردن، ولی از جنبش مدنی و اعتراضات مردمی پشتیبانی کردن. ولی بهتون بگم این جنبش از اعماق جامعه ایران بلند شده، از خواستهای واقعی و اصیل اونا سرچشمه گرفته، نه تحریک خارجی است اونطور که گفته شد، نه اغتشاشگرند و نه هیچ کدوم از اون چیزها. ولی مرکز همکاری احزاب کرد خودش رو موظف میدونه به عنوان مرجع اصلی در سیاست کردستان ایران که به گرمی از جنبش مردم و از خواستهایی که اونا دارن و در این زمینه مشخص در مورد قیمت بنزین کاملا و به گرمی پشتیبانی میکنه و با این کارش در عین حال نشون میده این یک خواست سراسریه، به تمام مردم ایران مربوطه و بنابراین از مشارکت عمومی مردم ایران و از همراهی و همکاری مردم کردستان با بقیه مردم ایران در این جنبش حق طلبانه حمایت میکنه. تظاهرات ها و اعتراض هایی که در ایران در 2-3 روز گذشته صورت گرفت در اعتراض به گران شدن قیمت بنزین که به هر حال شعارها فراتر از اون خواسته الان رفته و با سرکوب شدیدی هم مواجه شده رو شما فکر میکنید که آیا امکان فرا رفتن اون به یک جنبش سراسری و یک جنبش بزرگتری وجود خواهد داشت و این ظرفیت و این پتانسیل رو در این اعتراضها میبینید یا خیر؟ بله کاملا من این ظرفیت رو در اعتراضها میبینم و فکر میکنم که این اعتراضها درست از مسئله بنزین شروع شد و حکومت سعی میکنه به جای تغییر سیاستش، به جای اصلاحات واقعی، به جای تأمین معیشت مردم دست بکنه تو جیبشون و اون چرا که روز سفره ناچیز و ناقابلشون دارن بربایه. خب این دیگه خیلی به مردم گران میاد و یک خواست واقعی است، اما در این حال تنها خواست نیست. شعارهایی که مردم میدن و همبستگی سراسری که بین خودشون نشون میدن به نظر من کاملا نشون میده چه نارضایی عمیقی از فساد، ستمگری
و بیکفایتی و سیاست‌های ویرانگر رژیم جمهوری اسلامی در تمام جامعه ایران موج میزنه و این نارضایتی‌های عمیق دیر یا زود بایستی فوران پیدا می‌کرد. اتفاقا دیر شده، زود نیست و به همین دلیل پتانسیل بسیار بالایی وجود داره برای اینکه این اعتراضات گسترش پیدا بکنه و عمق پیدا بکنه از لحاظ سیاسی. شما به شعارها توجه بکنید، از مرگ بر دیکتاتور گرفته تا نقد سیاست خارجی تا افشاگری فسادها و غیره، همه اینا نشون میده که بله چنین چیزی هست. منتها رژیم جمهوری اسلامی که در کشورهای همجوار عراق و لبنان سعی کرده بود اونجا هم خشونت تزریق کنه، تک‌تیرانداز بفرسته و با این توصیه ها سعی کرده بود با جنبش های اعتراضی در کشورهای عراق و لبنان هم برخورد بکنه و این توصیه رو به رژیم های اونجا هم داشت، در کشور خودش از بدم بدتر کرده و برای اینکه هیچ نشانه ای از آشتی با مردم خودش رو نخواسته نشون بده و همونطور که عرض کردم اگر هم احیانا یک چنین طرز فکری در بعضی از محافل حکومت و حاکمیت وجود داشت، ولی با پیام رهبری همه اینا نقش برآب شد و حداقل در این مقطع اونها قصد ندارن که کوتاه بیان. ولی من عقیدم اینه تا جایی که ما بدونیم و من چه از روی بررسی ها چه از روی گزارش ها، من از همگسیختگی و وحشت رو در صفوف حاکمیت به مراتب بیشتر از اینها میبینم که میخوان نشون بدن هیچ رژیمی و هر قدر میخواد دیکتاتوری و سختگیر باشه تا به ایستادگی در مقابل مردم متحد رو نداره. پیام هایی که فرستاده میشه از همه گوشه و کنارها در بخش‌های مختلف اپوزیسیون ایران، از احزاب کر گرفته تا شورای مدیریت گذار و همه نیروهای دیگه، به عقیده من نشون میده که اپوزیسیون ایران هم متحد و یک پارچه پشت این جنبش هستند. عبدالله معتدی دبیرکل حزب کمل کردستان همچنان همراه ما هستند. این گفتگو رو با ایشون ادامه میدم. آقای معتدی، اشاره کردید به مواضعی که مخالفان جمهوری اسلامی، گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، اون چیزی که اپوزیسیون نامیده میشه، در حمایت از این اعتراض‌ها گرفتن، بیانیه‌های مختلفی منتشر شد، پیام‌هایی داده شد، اما اون چیزی که در واقع بسیاری ازش صحبت می‌کنند پراکندگی این پیام‌ها و پراکندگی این بیانیه‌هاست و شاید در یک همچین مقاطعی که اعتراضها در ایران اوج میگیرن بیشتر از همه این پراکندگی بین اپوزیسیون دیده میشه. این آیا نقطه قوتی است یا نقطه ضعفی محسوب میشه برای روندی که اپوزیسیون داره پی میگیره؟ تنوع سیاسی و مشرب‌های سیاسی و احزاب سیاسی کاملا طبیعی است در همه دنیا و از جمله در ایران، ولی اتحاد همه اونا با یکدیگر بله این ضروری است. اتفاقا شورای مدیریت گذار در ایران اصلا به همین دلیل به وجود اومده که بتونه به شکل خیلی گسترده و فراگیری همه اونهایی رو که خواهان گذار از جمهوری اسلامی به سوی دموکراسی و آزادی و حقوق بشرن بتونه جمع کنه و اون اختلافات ایدئولوژی که دیرین سالی رو که بین جناح‌ها و بخش‌های مختلف اپوزیسیون ایران وجود داشته اونا رو کنار بزنه، نادیده بگیره، دور بزنه و بتونه همه رو در یک چنین راستای عمومی جمع بکنه. بنابراین بله اتحاد بیش از همیشه ضروری است ولی نمیشه گفت چرا احزاب مختلف با تنوعاتشون وجود دارن. این کاملا طبیعی است و سمبولی و نشانه‌ای از ایران آینده است. ما به یک پلورالیسم و تکثر نیاز داریم، ولی وحدت در عین تکثر چیزی است که ما باید به دنبالش باشیم.
آقای معتدی اشاره کردید به تشکیل شورای مدیریت گذار. اتحادهای دیگه‌ای هم هستند در کنار شورای مدیریت گذار، اتحاد جمهوری خواهان، احزاب و گروه‌های دیگه‌ای هم هستند، همینطور طرفداران سلطنت و بسیاری دیگر که در واقع بحث همین موضوع رو دارند و اینکه این تنوع سیاسی وجود داره. اما وقتی میگید که نادیده گرفتن و دور زدن در واقع اختلافات ایدئولوژیک، آیا این نادیده گرفتن و دور زدن اختلافات ایدئولوژیک مسئله رو حل میکنه یا اینکه برای یک مقطعی اون رو کنار خواهد گذاشت؟ این مقطعی که شما بهش اشاره میکنید مقطع ساده یکی دوزه نیست، مقطع گذاره. ما در شورای مدیریت گذار بر این عقیده هستیم که اون اختلاف نظر بین جمهوری خواهی و پادشاهی در ایران، اختلاف نظرهای مختلف دیگه بین چپ و لیبرال در ایران و غیره، اینها نه اینکه واقعی نیستن، هستند، ولی همه اینا بایستی مانع نشن. هیچ کدوم از اینا مانع یک اتحاد بزرگ سراسری در راه دموکراسی و حقوق بشر و در راه عبور از جمهوری اسلامی و خاتمه دادن به جمهوری اسلامی به شیوه عقلانی نباید مانع این بشن. بله، اختلاف بین پادشاهی، طرفداران پادشاهی و طرفداران جمهوری کاملا واقعیه. بنده خودم جمهوری خواهم، ولی ابایی نباید داشت از اونایی که در مسیر گذار ایران به دموکراسی بتونن با هم بشینن و یک پروژه سراسری و عمومی بر مبنای حقوق بشر رو و بر مبنای دموکراسی و گذار از جمهوری اسلامی رو پیش ببرن. وقتی من عرض کردم وحدت در عین تکثر، منظور اینه، یعنی این دیوارهایی رو که تا به حال وجود داشته برای همه دموکراسی خواهان، این دیوارهای بینشون رو باید از بین برد، برای اینکه رمز قدرت اپوزیسیون و رمز قدرتی که میتونه مدیریت بکنه، میتونه به شیوه کمابیش بسامانی عبور از جمهوری اسلامی رو مقدور بکنه، یک چنین چیزی است. عبدالله معتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان و عضو شورای مدیریت گذار، و گلاله شرفکندی، دبیر امور رفع تبعیض جنسیتی در شورای مدیریت گذار، از هر دوی شما سپاسگزارم که در این گفتگو با من همراه شدید.